خب سلام رفقا، خسته نباشین. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل امین رو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. خب ما دوباره اومدیم با یه پارتی گیم پلی و خبرهای مختلف از بازی کال آف موبایل. خبرهای دیگه تقریبا میشه گفت داغ و دیگه تقریبا از چند تا از به قول معروف میشه گفت همکارا و رفیقای خوب یوتیوبرمون و از اون برم چند تا یوتیوبر و کانتنت کریتور خارجی دیگه اینا ما جمع آوری کردیم دیگه، آوردیم واسهتون تو این ویدیو بگیم. صدای هواپیما رو نمیدونم میشنوین یا نه، یک هواپیما رد شد الان صداش میپیچه. خب سریعتر بریم سراغ خبرها و در واقع میخوام بهتون تاریخ دقیق گردونه های بازگشتی که من تو ویدیو قبلی بهتون گفتم این گردونه ها برمیگرده، میخوام تو این ویدیو اول برم بهتون بگم آقا این گردونه که من گفتم در چه تاریخی، یعنی چه تاریخ دقیقی قراره تو سیزن بعدی این گردونه ها برگرده، که در واقع میخوایم اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم و یه سری چیزای دیگه. خب بریم سراغ خبر اول و گردونه اول میرسیم به گردونه سوفیای متیک که در تاریخ در واقع اینجوری که گفته شده سوم یا چهارم شهریور ماه میاد و تا آخر سیزن تو بازی هستش. گردونه بعدی گردونه این شمشیر لژندری هستش که تو 28 یا 29 مرداد به بازی اضافه میشه به مدت 2 هفته، که حالا 13 روز ما تقریبا میگیم 2 هفته دیگه، چون بعضی از گردونه ها 2 هفته میاد، بعضی از گردونه ها در واقع 1 ماه، بعضی از گردونه ها هم که دیگه تا آخر سیزن میاد و هستش، مثلا سویچ بلید متیک که تو این سیزن اومد. این شمشیر لژندری که بهتون گفتم گردونه بعدی گردونه USS9 متیک و به همراه USS9 متیک نشرمنده USS9 لژندری به همراه کرکتر NYX یا همون نیکس که تقریبا اوایل شهریور قرار بیاد و تا آخر سیزن هستش داخل بازی. گردونه بعدی گردونه خفن و محبوب اودن متیک هستش که دیگه قرار حدود مثلا 8 و 9 شهریور اینا به بازی اضافه بشه و باز گردونه اودن متیک هم تا آخر سیزن تو بازی هستش، میتونیم بزنیم. گردونه خیلی خفن و خوبیه. گردونه بعدی گردونه AK117 ملز داونه، یکی از اسکینای خفن لژندری AK117 که طبق خبرها قرار 19 مرداد ماه به بازی اضافه بشه و تا 2 هفته تو بازی هستش، یعنی همون 13 روز یا همون 2 هفته. گردونه بعدی گردونه تایپ 25 متیک بود که بهتون گفتم که قرار 23 و 24 مرداد به بازی اضافه بشه و اینم تا آخر سیزن تو بازی هستش. گردونه بعدی هم گردونه امفور ترمال هستش که لژندریه، که یکی از امفورهای خیلی خوبه، یعنی اسکین لژندریش یکی از اسکینای خیلی خوبه که این هفته به خبرها قرار در تاریخ 23 مرداد ماه به بازی اضافه بشه و تا 2 هفته تو بازی هستش، یعنی همون 13 روز. گردونه بعدی هم میرسیم به این همکاری دخترونه که من تصویرشو براتون این گوشه میذارم که در واقع توش 2 تا اسکین داره و 2 تا اسکین اپیک داره و 2 تا گان لژندری. اسکیناش دسک و کرسپر و گاناش هم امپور و آیسیار هستن که طبق خبرها قرار این هم تقریبا 31 مرداد ماه، یعنی اواخر مرداد به بازی اضافه بشه، اواخر مرداد اوایل شهریور و تقریبا تا آخر سیزن همراهمون هستش. گردونه بعدی هم میرسیم به این اسکایلا که در واقع اسکین اپیک این گردونه هستش. من پوسترش هم براتون میذارم که اینجا خودش نوشته دیگه 21 آگوست که میشه تقریبا دوباره همون اواخر مرداد اوایل شهریور قراره به بازی اضافه بشه و تقریبا تا آخر سیزن در واقع همراهمون هست. گردونه بعدی هم رسیدیم به گردونه دبل لژندری زیلات، گردونه دیل کیلو زیاد و QQ9 مزابی، یکی از در واقع گانای خفنی بود زیلات، یعنی کلی پلیر منتظر بودن گردونه زیلات برگرده، از تو فوریو هم برش داشتن، یعنی الان فقط تو فوریو فکر کنم شما بتونید DLQ دارک وید رو برگردونید. این در واقع DLQ زیاد هستش که میگم زیلات هستش و در واقع قرار طبق خبرها در تاریخ 26 مرداد به بازی اضافه بشه، یعنی به بازی برگرده و اینم مدتش محدوده دیگه، به مدت محدوده همون 13 روز یا 2 هفته هستش. خب به عنوان خبر این از گردونا بود که بهتون گفتم. به عنوان خبر بعدی میرسیم به در واقع این اسکینی که شما دارین مشاهده میکنین که در واقع گفته شده که این اسکین اپیک گردونه کورونل اسکوئل لژندری است. کورونل اسکوئل همون گان جدیدی بود که قرار بود در سیزن بعدی به بازی اضافه بشه و آیتمش و اسکینش لژندریه، متیکش نیست. متیکش سیزن 8 با گان جدید در واقع فکر کنم استاتیک و ایزوهمولوگ و اینا. کورونل اسکوئل گان جدیدش اسکین لژندری داره که گردونش به بازی اضافه میشه و طبق خبرها این اسکین اپیک اون گردونه کورونل اسکوئل هستش.
این از این. با عنوان خبر بعدی در واقع میرسیم به این در واقع دوتا اسکینی که واسهتون میذارم. این اسکین اول واسه اسکین در واقع میگن اسمش بلک جکه. اسکین دوم هم اسکین آجاکس اسکینه دیگه، که اسکین آجاکس دیگه، آجاکس رس اسکین یه همچین اسمی داره. که این اسکین اول میگن در واقع توی جوایز و بتل پس و اینجور داستان هستش، ایونت های رایگانی که قرار بیاد به مناسبت ترمیناتور. این اسکین دوم تو ایونت آگوست آرکید هست که ایونت آگوست آرکید رو من در واقع بهتون تو ویدیو قبلی یه صحنه پوسترش رو آوردم توضیح دادم و حالا این دفعه واسهتون یکم بیشتر اسکیناش رو توضیح میدم، گاناش رو توضیح میدم، اینا که چه گانای رایگانی داره و در واقع اینا اسکیناش بودن تا اینجا. طبق خبرها این دوتا اسکین رایگان رو قرار بیارن که همه پلیرها میتونن بگیرن. اینم که در واقع لیست گانایی که قراره بیاد تو ایونت آگوست آرکیده که من اینجا نوتاشو کنارم واسهتون گذاشتم که شما راحت ببینین دیگه. فقط اسماشو براتون از چپ به راست از بالا به پایین بخونم. اولیش امکس گاردین. امکس گاردین یه شاتگان جدیدیه که در واقع خیلی کمتر ازش خبرها اومده بود بیرون و همونطور که شما نگاه کنین برین تو قسمت شاتگانا بکشین تا آخر نوار شاتگانا رو، این گان امکس گاردین رو میبینین، این شاتگان امکس گاردین، ولی هنوز باز نشده که مثلا ما بخوایم استفاده کنیم. احتمالاً تو سیزن بعدی باز بشه به همراه کورونل اسکوئر. گان بعدی M13، مدوکس، RPD و همینطور کیلو 141 رو داریم، ما USS 9 رو داریم، رم 7 رو داریم، اودن رو داریم و همچنین گان پایین سمت راست که به تصویرش میخوره کورونل اسکوئر باشه، ولی احتمال FSS بودنش هم کم نیست چون یکم FSS و کورونل اسکوئر با هم دیگه شبیهن، ولی خب احتمال زیاد کورونل اسکوئر باشه دیگه. این هم در واقع از این گانه رایگانی که در واقع قرار تو ایونت آگوست آرکید بهمون بده که تقریبا 2-3 روز دیگه به بازی اضافه میشه و در واقع ما میتونیم این ایونت رو جوایزش رو به صورت در واقع رایگان دریافت کنیم و در واقع خیلی خوبه دیگه. یعنی ما 2 تا ایونت داریم دیگه، یکی ایونت همین آگوست آرکید هست، یکی هم ایونت مخصوص ترمیناتور که یعنی توش این دوتا اسکینی که بهتون گفتم میاره، کلی گانای در واقع اپیک خفن میاره که من پوستراشو تو ویدیو قبلی واسهتون گذاشتم، پوسترای ایونت ترمیناتور رو دیگه. و در واقع به این صورت هستش که شما میتونید دریافت کنید. خب این از این خبرهایی که میخواستم بهتون بگم. میخوام در ادامه یکم بیشتر راجع به ایونت سی پی رایگان واسهتون صحبت کنم. یعنی من فکر کنم 2-3 تا ویدیو آخرم واسهتون راجع به ایونت سی پی رایگان صحبت کردم، ولی خب الان میخوام یکم بیشتر و متمرکزتر صحبت کنیم با هم دیگه راجعش که در واقع شما میتونین این سی پی رو کجا خرج کنین، کجا نمیشه خرج کرد، تسکای ایونتش چجوریه، خود ایونت چجوریه، مثلا آرم ایونت چجوریه، آرمش رو مشاهده کنین تو بازی. اینا همه رو ما قراره در واقع در ادامه ویدیو با هم دیگه بررسی کنیم. خب همونطور که شما دارین اینجا میبینین من اول اینجا براتون یک همچین پوستری رو میذارم که این پوستر در واقع ایونت 3500 سی پی رایگانه که در واقع طبق خبرها قراره داخل نسخه اصلی یا گلوبال هم این ایونت رو ما داشته باشیم، یعنی قطعی شد دیگه، یعنی خیالتون راحت که ما ایونت سی پی رایگان رو داریم که احتمال زیاد تعدادش همین 3500 تا خودمون هستش که حالا تو نسخه چینی 4000 تا بود، تو نسخه گارنا 3500 تا و احتمال زیاد تو نسخه گلوبال هم 3500 تا باشه. و یک جدول در واقع اینکه این ایونت قراره در چه تاریخی به بازی اضافه بشه واسه نسخه‌های مختلف بازی. این یک جدولیه که اینجا واسهتون اینو نوشته، من اینو برداشتم یکی از یوتیوبرها گذاشته بودن که در واقع واسه نسخه گلوبال 7 آگوست قراره به بازی اضافه بشه و تا سپتامبر 8 هست، یعنی این ایونت 5 هفته، یعنی 5 هفته این ایونت داخل بازی از هر تاریخ اضافه بشه. واسه نسخه گارنا از 6 آگوست اضافه میشه و واسه نسخه چینی از 7 آگوست اضافه میشه تا سپتامبر 10. یعنی در واقع واسه نسخه گلوبال فکر کنم واسه نسخه گلوبال گارنا بازش یکی، ولی واسه نسخه چینی احساس کنم 1 روز بیشتره، 1 روز 2 روز در واقع بیشتر هستش. و در واقع این جدول زبانبندی آمدن ایونت داخل نسخه‌های مختلف بازی بود و در واقع این جدول دیگه هم جدول هفته‌ایه که شما دارین مشاهده می‌کنید. من اینو قبلش لازم میدونم توضیح بدم به شما که این ایونت 3500 سی پی رایگانه که به بازی قرار اضافه بشه. اینطوری نیستش که تسکایی که میاد به بازی شما برین تسکا رو انجام بدین و 3500 تا رو بگیرین و باز مثلا یک کسی که مثلا 10 روز مونده به آخر ایونت هم بیاد تسکا رو انجام بده سری 3500 تا رو بگیره. نه، 3500 تا رو شما یک جا نمیتونین بگیرین. اینجوریه که این ایونت همونطور که گفتم 5 هفته هستش، یعنی داخل 5 هفته این ایونت میاد به بازی اضافه میشه و به این صورته که مثلا هفته اول شما 500 تا سی پی میتونین دریافت کنین با انجام دادن تمامی تسکا. حالا تسکای دیلی داره، تسکای ویکلی داره،
که شما مجموعاً با انجام در واقع این تسکا واسه تو هفته اول میتونین حدود مثلا برای به فرض مثال 500 تا سی پی به دست بیارید، تو هفته دوم 600 تا، تو هفته سوم 500 تا 600 تا. به این صورته، یعنی شما هفته ای میتونین 500 600 تا سی پی رایگان از این مخصوص این ایونت به دست بیارین که جمعاً مثلا با سی پی رایگان هفته پنجم یعنی 600 تا یا 500 تا آخر میشه جمعاً 3500 تا سی پی رایگان، اینجوری که طبق خبر اومده. و زمان بندی دقیق هفته‌اش هم واسه نسخه گلوبال اینجا من واسهتون آوردم دیگه که هفته اول از 8/6 تا 8/12، هفته دوم از 8/13 تا 8/19 یعنی در واقع 13 ماه 8 تا 19 ماه 8، هفته سوم 28 تا 26 است 8، هفته چهارم 27 8 تا 2/9 یعنی ماه بعدی میشه سپتامبر، و در واقع هفته پنجم هم از 3 سپتامبر تا 9 سپتامبر. بعد دیگه 9 سپتامبر طبق خبرهای این ایونت قرار تموم بشه دیگه، از بازی بره و شما فرصت دارین که تا یک بازه زمانی محدودی اون سی پی آی رایگانی که از این ایونت به دست آوردین تو جاهای خیلی محدودی خرج کنین. یعنی من الان اینجا بهتون بگم شما سی پی رایگانی که از این ایونت سی پی رایگان به دست میارین، این سی پی ها رو گفتم تو ویدیو قبلی نمیتونین باهاش بتل پس بزنین، هم بتل پس سیزنی که الان هستیم یعنی سیزن جدید که بیاد، هم بتل پس بازگشتی، یا نمیتونین داخل ایونت های خاص اونو خرج کنین مثل تونرا و نمیدونم H5 و همچین چیزی بود، یا نمیتونین با شاردای در واقع گانای رایگان سیکرت کشا رو بگیریم، مثلا 117 لاوانی میکس شارداشو که از قبل نگرفتیم بریم با سی پی بگیرین، یا شاردای گانایی که الان هست که میتونیم با سی پی جلو بگیرین. با این سی پی ها این دوتا کار رو البته تا اینجا نمیتونیم بکنین، و البته تا اینجا این یک چیزیه که طبق خبرها قطعی شده، یعنی ممکن هم هست تغییر کنن، یعنی مثلا ممکنه بگید که آقا شما با این سی پی ها میتونین بتل پس بازگشتی بزنین، یا میتونین سیکرت کشای گان رایگاناشو شارداشو دریافت کنین. اینا هنوز تا اینجا قطعی شده شه، ولی هنوز احتمال داره تغییر بکنه در واقع این سی پی آی رایگان. بعد در ادامه من اینجا میخوام بهتون نشون بدم دیگه، مثلا شما نگاه کنین اینجا مثلا موقعی که طرف سی پی رایگان رو میگیره اینجا توی یک همچین گردونه اینجا نشون میده که مثلا شما میتونید از این سی پی آی رایگان استفاده کنی یا از سی پی آی واقعی که روی اکانتت هست، که من اینا رو تو ویدیو قبلی توضیح دادم. آرم سی پیش با آرم سی پی واقعی فرق میکنه، یک علامت در واقع زمان سنج هم زیر اون سی پی هست، یه تمش هم تم حالت سیاتور داره. همونطور که شما میبینید اینجا واسهتون میاره تو گردونایی که شما میتونین بزنین که آیا میخوای سی پی واقعی بدی واسه این گردونه یا نه میخوای سی پی رایگانی که واسه این ایونت رو بدی بهش. یک همچین حالتی داره. تو تصویر بعدی هم اینجا نگاه کنید نوشته کانفارم تو اسپند این 10 تا سی پی رایگان تو در واقع پارچه، یعنی در واقع آرمش هم اینجوریه دیگه، یعنی اگه بیاد یک همچین چیزیه. این سی پی واقعی نیستش، همین سی پی رایگانه دیگه. مثلا شما واسه گردون اول یا میتونی 10 تا سی پی واقعی بدی یا میتونی 10 تا از این سی پی رایگانی که به دست آوردی بدی دیگه، میتونی خودت انتخاب کنی به این صورت. مثلا این همین پیغامی که میگه انتخاب کنی، میگه آیا تو میخوای 100 تا از این سی پی رایگانو و 90 تا از سی پی واقعی خودت رو با هم واسه زدن این دور از گردونه بدی، که بعد مثلا اگه تو بزنی کانفرم 100 تا از رایگانات کم میشه 90 تا از واقعیات، جمع 190 تا سی پی میدی و مثلا این خریدی که میخوای انجام میدی دیگه. حالا مثلا لاکی باکس، استرام باکس یا هر آیتم خاصی که توی شاپ هست، یا مثلا یه گردونه خاصی که شما میخواین بزنید. به عنوان تصویر بعدی هم میخوام اینجا بهتون تسکای رو نشون بدم که ممکنه توی این ایونت بیاد. دقت کنید هنوز تسکای رسمی نیومده، هنوز پوستر رسمی ایونت نیومده. ما چیزایی که به شما تو ویدیو قبلی توضیح دادیم همش از نسخه گارنا و چینی بوده. این نیستش که من الان به شما بگم 100 این تسکای در واقع نسخه ایونت سی پی رایگان نسخه گلوبال ما هستش، نه. مثلا همونطور که شما دارین مشاهده میکنین این تسکا مال ایونت هایی که مثلا قبلا اومده. مثلا الان تسکاش گفتم تسکاش خیلی ساده، لوگین بیتوین در واقع مارچ 13 تا آپریل 6. این مال مثلا موقعی بود که قبلا ایونت اومده بود که مثلا تسکش اینه، میگه مثلا بین این بازه شما تو بازی لوگین کن 100 تا سی پی رایگان میگیری، یا باز دوباره آپریل 4 لوگین کن 200 تا از این سی پی رایگان میگیری. و تسکاش به این صورت خیلی ساده، یعنی شما نیستش که وای سی پی رایگان میخواد بگه تسکاش هم چقدر سخته، نه تسکاش ساده. یا همونطور که شما دارین میبینین اینجا هم به این صورت این تسکای دیگه‌اش هست، لوگین کردن 3 دی و 5 دی و نمیدونم 90 روز و اینا هستش که شما دارین اینجا مشاهده میکنید تو تصویر. و در واقع یه چیز دیگه هم که چند تا چیز دیگه هم بخوام واسهتون بگم به عنوان نکات تکمیلی ایونت اینه که
شما مثلا سی پی آی دقت کنین، سی پی آی رایگانی که از این ایونت میگیرین، سی پی آی واقعی که اگه منفی شده باشه رو اکانتتون رو نمیتونه صاف کنه. یعنی اگه اکانت سی پی منفی داشته باشه نمیتونه بگه که آقا من سی پی رایگان رو میگیرم بعد بدهیم صاف میشه، سی پی منفی هم صفر میشه. نه، همچین چیزی در واقع نیستش داخل بازی. یه خبر دیگه هم که اومده داخل بازی اینه که شما این سی پی رایگان رو فقط میتونین داخل گردونه هایی که از سیزن هفتم به بازی اضافه میشه خرج کنین و گردونه‌های قبلی و گردونه‌های متیک رو نمیتونین خرج کنین. متیکا رو چرا؟ یعنی در واقع گردونه‌ای که سیزن هفتم به بازی اضافه میشه. بعد حالا مثلا شما میتونین 2600 تا مثلا فرض کنین سی پی واقعی دارین، نمیدونم 3 کام سی پی رایگان دارین، بعد مثلا میتونین جمع اینا میشه 5 کا، بعد میتونین باهاش برین فول گردونه بزنین. حالا فرقی نداره که مثلا متیک باشه، نمیدونم لژندری باشه، اینا فرقی نداره. جمعا شما باش میتونین یه گردونه رو بزنید دیگه. اگه اون گردونه قابلیت اینو داشته باشه که شما به جز سی پی واقعی بتونین از این سی پی آی ایونت سی پی رایگان هم داخلش استفاده کنین. که دیگه 3500 تا از این میدین، 2000 تا هم که قبلا سی پی واقعی داشتین میدین، یه فول گردونه رو تمام میتونین بزنین دیگه. و در واقع این تا اینجا و هر لحظه ممکنه شرایطش در واقع تغییر کنه. و در واقع سری چیزای ساده هم اومده، میگن مثلا در واقع سیزن هفتم نمیدونم مود دامینیشن داخل بتل رویال اضافه میشه، یک همچین چیزی، یعنی دامینیشن مولتی میاد بتل رویال حالتش یکم بزرگتر. و در واقع سیزن هشتم اما فینیشر رایگان احتمال داره اضافه بشه دوباره به بازی، یا نمیدونم یک مپ جدید واسه مود بتل رویال اضافه بشه، که اینا همه یک خبره، یک شایعه، هنوز تایید نشده. و در حال حاضر مهمترین چیز و دغدغه‌مندترین چیز برای شما باید در واقع همین ایونت سی پی رایگان باشه که شما توش میتونید 3500 تا سی پی رایگان تا اینجا طبق خبرها ازش به دست بیارین. خب رفقا، امیدوارم که تا اینجا از ویدیو لذت برده باشین. اگه از ویدیو لذت بردین ویدیو رو حتما لایک کنین، کانال من هم سابسکرایب کنین، یه کامنت هم زیر ویدیو بذارین که حمایت خیلی بزرگی بیان کنین. راستی یادتون نره داخل کانال تلگرام که لینکش تو بایو کانال یوتیوبمون هست و همچنین زیر همین ویدیو تو بخش کامنت ها گذاشتم جوین بشین. و تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.